اینا رو من حذف میکنم. خب میدونی میدونم. نه اون سری هم یه چیزایی حذف نکردی به امید اون پسر حسین سلام. اونجا بفهمم که داریم کجا تشریف میبریم. سلام علیکم. والا مقصد که هیچ مشخص نیست هنوز دقیقش، نمیدونیم کجاست. الکی مثلا داریم میریم سمت علموت، کوههای اطراف علموت. الموت. من تازه از کوبا اومدم. از کوبا یا کوبا فیدل کاسترو. کلاه فیدل کاسترویی داریم. کولر زدیم. بله البته اگر شما اجازه بدی به ما. بله. سردت نباشه میتونم درجهشو بیشتر کنم. بله. نه اگه یخ نمیزنید البته. پراید یه چیز دیگه بود. پراید آفرین. ساندروف داریم این سری. ساندروف داریم. رامی خراب میشه رامی خراب میشه ساندروف. نه اینو اینطوری طراحیش کردم. نه بابا ول کن. اون پراید بود هیچیش نمیشد. نکته اول اینکه ماشین چینی می‌خرید زیاد باهاش چوسی نیارید چون خراب میشه. ولی پراید یاد نامش همیشه در قلب ما جاودانه. آره دیگه ما یه دونه بورنیک رفتیم پراید رو کردیم از این ماشینایی که حالا نمیگیم. آره حالا اینجا رو بریم بیایم انشالله دفعه بعد با فرغون پارس فرغون دوچرخ میدونی مبدل بس مثلا سنگ فرزا هستن ببندی خودش شارژ می‌کنی موتور برقم بذاریم اینجا. خب چیکار کنیم اون وقت؟ میشه خوب چیزی میشه. نه خب نه وایسا سنگ فرز بذاریم موتور برق بذاریم چه کار کنیم؟ سنگ فرز پرتوان میذاری. خب چه کار کنیم؟ یه دیفرانسیل هم طراحی می‌کنی. خب یه موتور برق هم میذاری که اونجا هم با همراه با دینام کار راه بندازه. نه سنگ فرز رو برای چی می‌خوای الان؟ موتور متحرک فرغون دیگه. بابا الان یارو با پای پیاده میره با این آرمیچر منظورته یا آرمیچر قوی بذاریم آره که بچه. آره الان با این چیزا هستن چیه پیرزنا باش میرن خرید با اونا مسافرت میرن میذارن جلوشون هول میدن واکر. آره از این آشغالا میریزن توش تو راه میخورن و اینا. بعد یارو آویزون مردم میشه اسم میذاره مثلا نمیدونم سفر چیچیکاک آویزون راننده تریلیا میشه. واقعا کار خطرناکه. واقعا کار به نظرم کار درستی نیست. نه آویزون راننده تریلی شدن خیلی از چیز. بعد سوارم میکنم من تریلیا دیگه. راننده تریلی سوار میکنم. من حذف میکنم. خب میدونی میدونم. نه اون سری هم یه چیزایی حذف نکردی به امید اون سری من این سری میگم نه اون سری حذف کردم خیلی چیزا رو اشتباه کردم. این دفعه هم حذف خواهم کرد. خود سانسوری تو همین که میشینی اینا رو میبینی و باعث خنده عذاب من اینو میگفتم دیگه ما اینو درست می‌کنیم باهاش میریم سفر دیگه. با دوچرخه یه بار باید بریم دور ایران و دوچرخه بگردیم. خیلی خوب آدم وقتی تو ماشین نشسته حرفای قشنگی. آره میفهمم چی میگی. شما هم یه هفته دوچرخه خریدی سوار نشدم. پس کجا تو پارکش کردی دوچرخه رو؟ یه چادر کشیدیم روش تکون نخورد. کرم دیگه. نه رفیق نابابه اینا اصلا از کرم نشد نمیگیره. رفیق ناباب که داشته باشی میبرت دوچرخه رو به قول معروف برای تهیه میکنه. خب بعد دیگه هیچی دیگه همین تهیه میکنه. شنبه تا چهارشنبه کجایی؟ شنبه تا چهارشنبه در ترافیک به سمت تهرانم. پنج شنبه ها در ترافیک به سمت اشگردم. اولین پنجشنبه بعد خرید دوچرخه ما الان کجاییم؟ اتوبان به سمت هشگرد قزوین. پس به نظرت راهی هم میمونه؟ برای چه کاری؟ بریم دوچرخه سواری؟ نه تو کجا ترافیک؟ احتمالاً تا بهشت سکینه. به کجا؟ بهشت سکینه. البته میدونی ما اگر مثلا آقا رامین زودتر میومد و اینا زودتر میرفتیم حسین جان. الان وضعیتمون این شکلی نبود. دقیقاً. نه یعنی چیزه. نه یعنی چیزه؟ من خودم تو آینه ببین خودتو تو آینه ببین. بس ما بوردینگو که رفتیم قرار بود هر هفته بریم بیرون. نه یه دونه آره. الان سالی یه دونه هم به نظر من به هدفمون نزدیکه دیگه. مهم اینه که اون یه دونه هست. حالا چه سالی چه ماهی
الحمدلله، خدا رو شکر. خدا رو شکر. خدا رو شکر. خدا رو شکر. حالا قبلش مثلا ما یه پارک هم بریم، خیلی کار بزرگی کردیم. منطقی قبول دارم. ولی عروسی کرد دیگه اون آدم سابق نشد. بگو. منابع طبیعی با مردم. کجا میریم؟ جاده علموت. مطمئن این جاده میخوره به اونجا؟ امیدوارم بخوره دیگه. اگه نخوره نه میخوره ان شاء الله. میترسم نخور بس. این بالا باید برو. نخوره چی؟ یه اومدیم دیگه. میزونه مستقیم میریم. چی تو درست کرده آجورا گذاشته رو؟ کجا؟ باید دست چپ. آدم چاقیه با هم کلی چیز. در حال حاضر بین علما اختلافه. دوباره ما گم شدی. بازم گم شد. دوباره. نرو کم کشم برو. آه زیاده. یه فوشی داد. بکنم با کیشته. سفر داریم، چه سفری. میلاد فاخری. این کلا 50 دقیقه بیشتر حافظه نداره فقط. چی؟ گوشی هم باید مراعات کنم. این آقا دوباره شروع کرده به هیزم جمع کردن. ویار هیزم کرده. بابا میریم بالا، چوب نیست الان. یخ میزنیم. چوب میتونه باشه. نه باشه باید برگرده دیگه. 20 کیلومتر باید برگرده بیاد پایین. رامین به تنهایی 20 کیلومتر میاد پایین. حسین جان چوب جمع می‌کنی میره بالا. نظر شما چیه؟ ما که فعلا پرت شدیم. پرتاب شدیم دست انداز سوسکی بود دیگه. برنی که داشتیم میرفتیم، آقا میلاد وقتی پیاده شد، آقا فضا رو داشته باش. خداییش ویورره. ببین ویورره. آره خلاص. اصلا آبگوش هوایی دامگوش. آقا هوایی. توی برنیک آقا توی برف بود، سر خورد. دارم یاد میگیرم کم کم. برف بود، سر خورد، با آقا دایی اومد پایین. اون سوتیه اون سفرش. اینجا هم پشت فرمون داشت دمنوش هوایی میخورد، دست انداز ندید، رفتیم کل ماشین، گوشی بدبخت من، این سوکت های شارژر همه، حتی تا اینجاها همه یا اول بعد سوتی دوم نتونستم باز بگیرم، همه رو خیز که الان هی داره ما رو میفرسته اون دنیا. نگاه کن شما فقط منظره رو داشته باشید. واقعا هر جای ایران رو دست میذاری قشنگه رامین. نگاه کن همین جلو رو نگاه کن. گیر کرده بودیم تو بیابون توی تیپ زرهی آقای مفاخری. خب آقا میلاد. بله بله. بعد هیچی نشد، دشمن ما رو محاصره کرده. میشه چرت و پرت نگه اینقدر؟ ببین این قابلیت داری؟ نه الان رادیو فعاله، باید زر بزنه. خب گیر کرده بودیم، به جز تخم مرغ هیچی نداشتیم. می‌دونی چیکار کردیم؟ روغن توپ 123 میلیمتری رو ریختیم ته ماهیتابه، روشن کردیم، توش تخم مرغ زدیم. فیلم جنگی زیاد دیدی. این شد که زنده موندیم.
میدونی هدف تو این سفر چیه حسین جان؟ نه والا. اینه که فقط به تو خوش بگذاری، من و میلاد اصلا مهم نیست. جدی دارم میگم، میخنده. ولی تو یه لطفی کن این نور رو بگیر که من ببینم. چشمم ندارم. هر چیزی توی سلام بزنی. آقا رامین از حس و حالت بگو. نه تو این نرمز دیگه شنگل نورو تو این ننداز. حسال معلوم نیست املت حماسی میزنن. آقا چه املتی شده؟ زخ صدا هم درارین از خودتون. فلفل ریخته. ریختی؟ شام آماده شد من رفتم. خب پس من میام. بیا بیا. نه رام چنگ میندازه پدرت در میره. برو مامان. چطوری؟ یارو فراریش داری. نه رفت اونجا سیب زمینی میخوام بخوره نور بگیر. نهاش. آقا میشه نکنید این کارا رو با روزا؟ تو چقدر مسالمت آمیز شدی آقا روباه. دوره دوره پشت کوها دمت گرم. خیلی قشنگه. خیلی. جدی میفرمایی؟ عالی.